салом алайкум дӯстони азиз ва подписчикони муҳтарам. шумо дар канали мо хуш омадед. ман ҳозир ба шумо як қиссаи нақл мекунам ва меҳмононе ки аллакай нав ба ин канал дар омада истоданд, лутфан подписатсия кунед, лайк ва поделитсияро фаромӯш накунед. ман имрӯз ба шумо як қиссаи нақл мекунам. аз ин қисса касе чӣ манфиате мебарад, лутфан дар комментария нависед. боз қиссаҳои навбатӣ бо шумо ҳамсӯҳбат мешавем. خب قصه رو شروع میکنیم. قصه نام دارد مرد فقیر. مردی بود که فرزندان زیادی داشت و خیلی فقیر بود. چند روزه برای فرزندانش یگان چیزی خوردنی نیافت. خیلی غمگین و خاطر پریشان شد و به لب آب رفت تا شاید ماهی به دست آورد. در همین وقت بختش آمد کرد و ماهی کلان به شستش افتی و آن را گرفته شادی کنان به سوی خانه که فرزندان گرسنه اش چشم انتظار بودند دوید. هنوز به خانه نرسیده در میان راه با مردی واخورد که خیلی ظالم بود و زیردستان زیادی داشت و مردم از مقابلت کردن به او می ترسیدند. چون آن ظالم دید که در دست مرد ماهی کلانی است، از پیش راه او برآمد و ماهی را از دستش کشیده گرفت. مرد فقیر با او مقابلت کرده نتوانست. ظالم ماهی را گرفته رفت و مرد فقیر که دست خالی مانده بود و نمیدانست که چی گونه به نزد فرزندانش برگردد، به زمین نشست و دست به سوی آسمان برداشته گفت: خدایا، آن ظالم مرا عاجز و ناتوان دید و قدرتش را به من نشان داد و لقمه با انتظاری ها و عذاب به دست آورده مرا از آن خود کرد. ای خداوند بزرگ، پس تو قدرت خودت را به او نشان بده تا بفهمد که مظلومان تنها نیستند و پشتیبان دارند. و برخاست و غمگینانه با دست خالی به خانه برگشت. آن مرد ظالم با فخر ماهی کلان در دست به خانه اش برگشت و خواست که ماهی را پاره کرده بریان نماید. ناگهان در همین هنگام ماهی انگشت او را گزید. گرچند مرد انگشت خود را رها کرد و ماهی را هم پخته به اشتهای تام با اهل عائله‌اش تناول کرد، اما این واقعه همین طور به انجام نرسید. روز پس دست ماهی گزیده مرد به درد کردن آغاز کرد و چند مدت پس به پوسیدن شروع کرد. مرد به نزد طبیبان رفت، اما آنها پیش راه پوسیدن دست را گرفته نتوانستند. بیماری تمام بدن آن مرد را فرا می گرفت. روز طبیبی که باید دست او را معالجه می کرد به او فکر عجیبی گفت. او گفت: من فکر می کنم که تو کاری ناخوبی کرده ای که به چنین جزای بد گرفتار شده ای، وگرنه این صورت تیز پوسیدن دست و افزایش یافتن آن ناممکن است. فکر کن و خطای خود را اصلاح کن، وگرنه پوسیدن تمام جسمت ممکن است. مرد ظالم به فکر افتاد و اولین چیزی که به خاطرش آمد ماهی را از دست مرد کم بغل کشیده گرفتنش بود. فوراً به جستجوی آن مرد افتاد و او را پیدا نمود و گفت: التماس بگو که وقتی من ماهی را از دست تو کشیده گرفتم تو چی گفتی که من به این بیماری مبتلا شدم؟ مرد فقیر گفت: وقتی تو لقمه یگانه مرا از آن خود کردی، من دست به سوی آسمان برداشته گفتم که خدایا، او قدرتش را به من نشان داد و تو قدرت خودت را به او نشان بده. مرد ظالم به گریه افتاد و از مرد فقیر عذر خواست و همان دمی که مرد فقیر او را بخشید دست مرد از درد باز ماند و او توبه کرد و از این بعد از ظلم و ظالمیش دست کشید. دوستانی عزیز، از این قصه نقل کرده من کسی چی بهره برد، چی منفیت یافت،
لطفاً در کامنتریا نویسید تا قصه های آینده. خیر، تا دیدار دوستان عزیز.